مردمی که از مردم مسلمان بیرون از خاندانهاشان در شهرهای دوردست برای پیدا کردن نفقه خانواده سعی دارند، کوشش دارند. خدایا رزقهاشان فراخ و با صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. ولی برادرایی که در روسیه کار میکنین یا روسیه میرین، گشته میآیین، من همچی یک برادر شما، همچی یک خیرخواه شما برای شما این قدر گفتنیم که برادر عزیز و گرامی، اگر مبادای خداوند جان شما را در همون سفر گیرد، شما حکم شهید دارین، همچنانی که شهید در راه خدا شما جان به حق تسلیم کردین. به شرطی که اگر شما در همون دولت ها رفته و همون ایمانداری که در همینجا داشتین، همون خداپرستی که در همینجا داشتین، شما همین را در همونجا دوام تین. یکی یکی رفته شما همون زنهای گویم که با قول روسا همون پرستیتوتکه هایی که در کوچه ها هستند، همون فاحشه هایی که در کوچه ها هستند، بعضی هاتان به خاطر که صاحب خانه شوید، بعضی هاتان به خاطر که تسکین شهوت شود، بعضی ها گویم که نمیدانم شاید که وسواس های شیطانی شما را بیشتر غلبه میکند، درو دستی به زنا میزنید، درو همونجا شما ارکگالیک میشوید. بسیاری از جوانای تاجیک میگن، بسیاری تاجیکا را میدانیم که در قطار همون روزهایی که در کوچه ها خواب میکنن، در کوچه ها می نشینن، فرزندای تاجیک هم برابر اونا هستند. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه می روید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله می رساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روس خودش از همین شراب نوش ها بیزار شدگیان، برای اونا این خیل کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمیرود، همون مردم روز باید دوست بداره با همون خیل کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پلوهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ همون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند؟ 10 دین یک سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنید، شما صبر کنید. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسکا کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنن، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنید. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اونجا این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پول هم در دستان باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای این دادرای عزیز هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین. پشیمان میشین به خدا قسم.